با سلام و درود خدمت شما همراهان همیشگی. امروز می‌خواهیم سفر معنوی را آغاز کنیم. سفری به تراحت پاکیزگی یک آغازگر راز و نیاز با معبودی است. وضو کلید ورود به نماز است. در این کلیپ با هم به زیبایی‌های این عمل عبادی خواهیم پرداخت. پس با ما همراه باشید تا تراوت و نورانیت خود را در زندگی جاری سازیم. احکام وضو 1. ابتدا دستها را 3 مرتبه تا موج با آب پاک بشوییم. سپس 3 مرتبه دهان و بینی را بشوییم. آنگاه 3 مرتبه صورت را شسته و سپس هر دو دست را با آرنج‌ها 3 مرتبه بشوییم. بعدا قسمتی از سر با گوش‌ها و گردن را 1 مرتبه مس کنیم. آنگاه هر دو پا را تا قوزک 3 بار بشوییم. در وضو چند چیز فرض است؟ در وضو 4 چیز فرض است. 1. شستن صورت. 2. شستن هر دو دست با آرنج‌ها. 3. مس 1/4 سر. 4. شستن هر دو پا با قوزک. در وضو چند چیز سنت است؟ در وضو 13 چیز سنت است. 1. نیت کردن. 2. بسم الله الرحمن الرحیم. 3. شستن هر دو دست تا موج 3 مرتبه. 4. مسواک کردن. 5. شستن دهان 3 مرتبه. 6. شستن بینی 3 مرتبه. 7. خلال کردن ریش. 8. خلال کردن انگشتان دست و پا. 9. هر عضو را 3 مرتبه شستن. 10. 1 بار تمام سر را مس کردن. 11. مس گوش‌ها. 12. به ترتیب وضو ساختن. 13. پی در پی وضو گرفتن به گونه‌ای که پیش از خشک شدن یک عضو دیگری شسته شود. در وضو چند چیز ناپسندیده است؟ در وضو 3 چیز ناپسندیده است. 1. نشستن در جای ناپاک. 2. تمیز کردن بینی با دست راست. 3. به هنگام وضو از امور دنیوی صحبت کردن. چه چیزهایی وضو را می‌شکند؟ چیزهایی که وضو را می‌شکنند 7 چیز هستند و به آنها نوافق وضو می‌گویند. 1. خروج باد از عقب. 2. جاری شدن خون یا چرک از بدن انسان. 3. استفراغ به اندازه پری دهان. 4. خوابیدن. 5. بیهوش شدن. 6. دیوانه شدن. 7. خندیدن با صدای بلند در نماز به غیر از نماز جنازه. خوشحال میشم پیج ما رو دنبال کنید.